میخوای از گناه دور بشی، دوستانی که تو رو به گناه میکشانن ترک، جلسه گناه ترک بکن. روز قیامت روزیه که صدا میکنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. روز قیامت فریاد میزنی که کاش فلانی دوست من نمی بود، کاش با فلانی هم نشین نمی شدم. خیلی از جوانها رو میبینیم رقص، ساز، موسیقیه. چرا شما شرکت کردین؟ رفیق ما بود. ماشاءالله چقدر رفیق خود را دوست داری که به خاطر رفیق خود جهنم میری. واقعا عجب دوستیه، عجب دوستیه که به خاطر رفیق خود مسیر جهنم را انتخاب میکنی. رقص پایکوبی به خاطر رفیق، ساز و موسیقی به خاطر رفیق. این است عزیزان و بزرگواران، به خاطر فرزند، به خاطر پدر، به خاطر برادر، به خاطر قوم و خویش. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.